تعجیل انصار برای اختیار خلیفه و جانشین پیامبر صلی الله علیه و فضیلت است. اگر گفت کسی دعوا میکنه که محمد مرده است منافق است. ابوبکر اینقدر حلیم لیکن جرأت، یعنی به عمر هر کی نمیتواند که جرأت کنه وقتی گوید من باشم شیر میزنم. لیکن بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، هر یک شما را خوش آمدید میگوییم. امروز ان شاء الله در یکی از موضوعهای بسیار مهم با استاد ادهم صحبت میکنیم و واقعا تاریخ بسیار حکمت‌های زیادی دارد و بسیاری از موقف‌های هست در تاریخ که باید بسیار و بسیار آموخته شود و تحلیل‌های از آن بررسی‌ها کرده شود و از همه بهترین این حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و در تاریخ اگر ما بینیم بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه صحابگان جاینشین پیامبر صلی الله علیه و سلم را انتخاب کردند. فضای مدینه بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم که صحابه ها از جان خود دیده بیشتر پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می داشتند چگونه بود و چگونه وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم را آنها قبول کردند و استقبال کردند. و ان شاء الله اطراف این موضوع ها همراه استاد صحبت میکنیم. همراه ما باشید تا آخر برنامه. استاد خوش آمدید. و چگونه که گفتیم در مقدمه استاد، مقدمه کوتاه، فضای مدینه بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه بود و صحابگان چگونه قبول کردند و برخورد آنها با وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه بود و چگونه بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم یک جاینشین برای خود انتخاب کردند. استاد بفرمایید. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اول اینکه مسلمانان به دیدار پیامبر علیه السلام خیلی عادت کردند. بله. یعنی میرفتن نماز بامداد، نماز پیشین، نماز از شب، صحبت داشتن، رفت آمد داشتن، خونه پیامبر میرفتن، سوال و جواب میشد. پیامبر خونه اونو زیارت میرفتن مثلا. و مثلا ببین مگر گاهی وقت از پیامبر علیه السلام شنیدن که جنت درجه ها هست، صحابه گریه کنن که مادام شما در بلندترین باشید ما چه خیلی شما رو میبینیم. مثلا علاقه از دیدار پیامبر جدا شدن از دیدار رو اونو تصور کرد نمیتونستن. بله. خیلی براشو گران بود این چیز. خلاصه دارم یک زندگی خوشبختانه و با سعادتانه با پیامبر علیه السلام داشتن که الله تعالی اذن رحلت از این دنیا با اون دنیا رو برای پیامبر علیه السلام داد. خب این چیز اصلا پیامبرم انسانن، این چیز حتمی است که هر یک انسان چشمدی مرگ است. چه دردم است که کل نفس ذائقه الموت، یا اینکه الله تعالی میگه که انک میت و انهم میتون. این صحابه میخوندن. اما البته وفات انسان چون محمد علیه السلام برای اونها هضم این چیز آسان نبود. یعنی این انسان مهربان، این پدر مشفق جامعه بود، برای اونها برادر کلانی بود، برای اونها پیامبر بود، برای اونها وسیله برکت بود. وقتی پیامبر بودن وحی می اومد میرفتن خیلی بودن سوالشون رو میپرسیدن. آیات هست که یسألونک یستنبئونک، یعنی که درد دل میکردن. بله، پیامبران صاحب سر نبودن که درد کسی رو آشکار نمیکردن برای کسی دیگر. برای اینا برای ما آسان نبود این چیزا هضم کردنش. یعنی که چه خیلی ما حیات خود ما بدون پیامبر تصور میکنیم، چه خیلی ما از قفای کی دیگر نماز میخونیم. کی میتونه جای این انسانی فرهیخته، جای این انسانی بزرگوار، جای انسانی که وحی خدا او رو توجیه میکرد او رو جانشینی کنه؟ خب این سوالا البته در ذهن اونو میگشت. که چه خیلی که میبینیم مثلا مدینه رو تاریکی فرا میره وقتی که پیامبر علیه السلام میمونن. گویی که مثلا تمام چهارپاهای مدینه، تمام خرماها، راهها، همه چیزی مدینه در و دیوار همه چی برای پیامبر معظم میگه. و این انس بن مالک هم در حدیثش میگه از پیامبر از انس هم نقل میکنه، میگه که روزی که پیامبر علیه السلام در اومدن میگه مدینه رو تمام نور و مدینه رو یک برکت و یک فیض میگه مدینه رو فراگیر شد. و من میگم دو روز شاهد بودم کسی که مثلا 9 سال 10 سال بود. وقتی پیامبرم مردن که این جوانی دیگه 19 سال 20 سال بود. میگه که وقتی که پیامبر دیدم میگه از اون روز دیده قبیح‌تر، از اون روز دیده تاریک‌تر، ظلماتناک‌تر روز من ندیدم در حیاتم. از روزی وفات. بله، این یک وصف دقیقی از این صحابی، از این خادم پیامبر بودن است، دیگه نیست از این وصف. هم مردک
تأثیرات خودش، برخورد خودش از این چیز نقل میکنه. یعنی به درجه این مصیبت به صحابه تاثیر رسوند که یک رادمرد بزرگواری چون عمر فاروق برآمد گفت اگر گفت کسی دعوا میکنه که محمد مرده است منافق است. سبحان الله. محمد مردگی نیست. چرا منافقان این گپا رو میزنن؟ به این درجه یعنی که اونا نمیخواستن این چیز قبول کنن، نتونستن هضم کنن، یعنی به مشکلی هضم. یعنی که ابو سفیان ابن الحارث این پسر عمه که پیغمبر است، نه اون ابو سفیان پدر، اینا میگن که از همه بهترین انسان با پیغمبر بود و اینم خیلی چی کرده بود، پیغمبر از گناهش گذشتن، خیلی اسلامش قبول شد. بعد یک شعر مرثیه خیلی دردناکی می‌نویسد درباره پیامبر علیه السلام. خلاصه مردم در حال همین خیلی وزنی بودن، در مشکلی بودن، چیکار کردنشون نمیدونستن، هضم کردن نتونست ایستاده بودن که قهرمان ما در اینجا یعنی که جانشین پیامبر علیه السلام ابوبکر صدیق اکبر آمد و گفت، عمر گفت شین، گفت جگه عمر اونجا گپ میزد، من گفت نمیمانم، گفت من به شمشیر میزنم کسی که میگه محمد مرد، گفت شین. گفت نشست عمر بن الخطاب و ابوبکر گفت من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. یعنی یه عباره بود که همه اونها رو تکان داد. یعنی که یه عباره بود که اونها رو خیلی جمع‌داد از ذهنشون به خودش آورد. که گفت عابد محمد باشه، محمد اگر عبادت میکرده باشه محمد مرد، لیکن اگر محمد خدای محمد عبادت میکنه باشه خدای محمد زنده است و مردن نداره. ابوبکر اینقدر حلیم لیکن جرأت، یعنی به عمر هر کی نمیتواند که جرأت کنه وقتی گوید من با شمشیر میزنم، لیکن جرأت ببینید که ابوبکر واقعا صدیق اکبر چون که وصف کرده گفت یعنی حقیقت را بیان کردن. بله. بعد سخن خودش ابوبکر صدیق با آیاتی و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. دیگر این آیت مسئله رو حسم کرد، مسئله رو حل کرد. دیگر بعضی تا میگن که ابن عباس میگه که تا آیت ابوبکر نخوند ما فکر میکنیم که چون آیت وجود نداره، یعنی همه تقریبا فراموش کردن، یعنی که استحضار همون در همون زمان ندونستن. لیکن ابوبکر که آیت میگه که محمد جز پیامبر نیست، چون که خیلی که پیشین پیامبر بودن، اگر وفات کرد یا کشته شد شما از دین میگردید، شما قفا میروید از مرای خودتون. وقتی که نشوندن دیگه مردم دست برداشتن به اسلام، گفتن که دیگه پیامبر وفات کرد، دیگه با گریه و ناله شروع شد. یعنی که به خود آمدن، بعد شروع کردن به چی گریه کردن، به فقد پیامبر بزرگ و نعمت بزرگ. دیگر میتونیم بگیم که همین آیت هم یک تسلیت برای امت اسلامی بود. الله تعالی از آسمان امت را تسلیت دونست که افئن مات او قتل، اگر وفات کرد شما دین شما مثل به خدای زنده و حی لا یموت وابستگی داره. و به همین شکل این یکی از حسنات ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود. یعنی که استاد غیر از این مصیبت اینجا یک چند میتونیم مصیبت رو مثلا بگیم، مثلا کنده شدن وحی، یعنی که وقتی که پیامبر گفتن کنده شدن وحی، ام ایمن مثلا مادر انس، بین همین دو نفر انس همین خود ام ایمن آورد با پیامبر که خدمتگاری کنه. اینا هم این زنه کم میگه که روز ابوبکر عمر در خلافت ابوبکر میگه که بیام زنه که پیامبر بسیار احترام داشت، زیارت میکرد، بیامدیم زیارت کنیم ام ایمن. میرن ام ایمن گریه داره، میگه برای چی گریه میکنی؟ میگه برای اون که وحی کنده شد دیگه. میگه بعد دیگه خبری آسمان برای ما نمیآید. یعنی که این آخرین پیامبر علیه السلام بود. مشکلی دیگه این بود که دیگه کی جانشین میشه؟ کی میتونه که جای این پیامبر علیه السلام بگیرد که خیلی وحی بر پیغمبر توجیه میکرد، دیگه نبوت تموش دیگه است. کی دیگه پرچم به دست میگیرد؟ اینا مثلا شاید در ذهن بعضی خطور میکرد. یعنی که میتونیم بگیم که یک چند نامزد هم بود، مثل همین ابوبکر و عمر و علی و مثلا عثمان و ابو عبیده و صحابه سلح شد. غیر از این استاد اینجا یک مصیبت، یعنی ما باید که محیط مدینه الان باید که تحلیل کنیم که در چه محیط مردم زندگی میکردن وقتی پیامبر وفات کرد. یعنی عدد زیادی بود که برای طمع به مال مثلا وارد به اسلام شد، مثل مؤلفه القلوب که بعد از فتح مکه پیدا شدند، خصوصا در جنگ حنین مثلا می‌بینیم هزارها قبیله ها، ولی پیامبر اونها رو با مال مثلا خریدن که
خواستن که چیز کم کرد، دلگرم شدن. یعنی یک آمار ببینید، فتح مکه وقتی پیامبر رفتن 10,000 آدم در اونجا. خیلی بعد از اونا گرفتن جنگ حنین پیامبر صلی الله علیه و آله رفتن، نه مسلمان های مکه هم همراه شدن، دیگر این 10,000 که رفتن اونها هم رفتن دیگر. خب بعد می‌بینیم که جنگ تبوک ولی که 30,000 باشه مسلمان‌ها جنگ می‌روند. 30,000 پیامبر تونستن لشکر جمع کنن و با روم جنگ کنن رفت. یعنی ببینید در جنگ تبوک مسلمان‌ها عددشون 30,000 شد که یعنی که بعد یک سال لگه، بعد یک سال فتح، بعد یک سال فتح 10,000 بود در 10,000 30,000 شد. حجۃ الوداع می‌بینیم که سال 10 پیامبر علیه السلام حج وداع کردن، یگانه حج کرده که شماست اونجا زیاده از 100,000 بعضی تا 120,000 برای دیگه است. یعنی که عدد لکه چندین برابر افزوده رفت، یعنی که عدد مسلمان‌ها، یعنی که نه همه اینها با پیامبر رابطه نزدیک داشتن. بله هیچ وقت نمیتونیم که 120,000 هم بگیم مثلا اومدن شب روز پیش پیامبر، بعضی چون که شاید همون حج اومده همونجا مسلمان شده باشه، بعضیش که حج شاید یک دو ماه پیش مسلمان شده بود. این عیناً همون افواجان سوره اذا جاء سبحانه عیناً تصویر کرده بود است. در 2 سال اخیر از 10,000 7,120,000 برآمدگی ماشاءالله. بعضشون شاید ولی از دماغشون به جاهلیت میومد، به اصطلاح اینه که نامسلمان یک مدومه یک سال ولی انسان نمیتونه که تا چنگ و غباری که از دینی پیش نشست به یک مثلا چی کردن او غبار رو از خود دور کنه. این مسلمان ها مثلا این نوع مسلمان ها چی برخورده خواهند داشت وقتی خبر مرگ پیامبرشون؟ یعنی که اینا اگر خبرشون اگر آیا به دین شک میکنن یا شک نمیکنن یا شورش میبردن یا شورش نمیبردن، یعنی که همه این احتمالات در ذهنی شاید چیز مهاجرا و چی انصاری ها لکه دور میزن بله. یعنی آیا ممکن که دینی پیشنهادشون بازگردن خیلی محمد مرد دیگه کی رو میتونه مجبور کنه؟ خیلی اصلاح شد ممکن بود، یعنی احتمالات ها شک خیلی گفتم نیست که اصحاب فکر این قوم ها رو میکردن، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، که نمادا اینا مرتد نشن. مصیبت دیگر این که استاد همون زمان پیش از وفات پیامبر ممکن که چند ماه پیش خبری مرتد شدن قبیله بنی حنیفه بود با سرداری مسیلمه الکذاب و خبری مرتد شدن اهل یمن با سرداری اسود عنسی. این اسود عنسی رو یعنی که چی میگم فارس ها کشتیدن، مسلمانای فارس بازانو که ها، یعنی این یک فخر برای مردمی فارس است که از اول برای ستون دینه یعنی که مستحکم کردن خیلی خدمت‌های زیاده کردن. هر دو اینا یعنی که هزارها پیرو داشتن، تا تو میگه مسلمان تا 40,000 پیرو داشت. خب این خبر به مدینه آمدگی بود که مثلا همین انسان مرتد شد و یعنی که اگر ببینیم اگر در اون حالت مسلمان‌ها یعنی که در محاصره از قسمی شمال و شرقی و هم از قسمی جنوب علیه محاصره بودن. غیر از اون که مثلا اینجا بود دیگه عامل‌های دیگه بود، مثلا که دیگه دولت‌هایی بودن که مثلا چه می‌کنن و احتمالی زد یعنی که این چیز دیگه احتمالی این است که در مدینه منافقه وجود داشت. این یه عامل دیگر است، این یه بلای یا مصیبت دیگر این است که منافقه بودن بعد در جنگ تبوک مثلا خودشون بسیار اظهار کردن، در جنگ بدر هم در جنگ که قوی شد منافق پیدا میشه. بله تقریبا 3-1 همون وقت در جنگ احد هم 3-1 شون بازگشتن قتیل مسلمان. یعنی اونا خانه‌ها خرسند داشتن، اونا که در مدینه بودن شب روز خیلی تظاهر به اسلام میکردن میامدن بهشتن، اونا خبر وقتی میفهمن خرسند داشتن. یعنی آیا احتمالی کودتا تشکیل کردن اونها بود یا نبود، انقلاب تشکیل کردنشون بود، شورششون بود یا نه، مثلا آیا احتمالی اونها بین مسلمانان فتنه اندازی هم بود، مثلا این چیزا بود. نمی‌دونم یک وضعیت خیلی وزنی بود همون ساعت‌های اولی که پیامبر علیه السلام کردن. یعنی احتمالا رو باید که چی در ذهن اونا دور بزد. احتمال است که صحابه زیری که پیامبر این چیزا درک میکردن که چه و حتی ما ببینیم منافقین ببینیم که در جان پیامبر سوء قصد هم کردن در غزوه تبوک مثلا و همیشه با یهود هم دست بودن مثلا میگن. دو مشکلی بزرگتر اصلا از این چیز بود، یک مصیبت دیگری بود که امپری فارس یعنی سالی مثلا تقریبا 8 بود که همون بازان نماینده‌اش فرستاد، 2 نفر فرستاد برای دستگیر کردن پیغمبر. بعد اون که پیغمبر نامه فرستادن بعد دیگه گفت کشید از عربی که برای من نامه فرستاد و بعد دو چی فرستاد که پیغمبر دستگیر کرد. یعنی که علاقه با فارس هم علاقه خوبی نبود اون زمان، یعنی که
اونها عرف دیپلماتی رو ویران کردن، بعد بعضی سفیری پیامبر صلی الله علیه و حرمتی کردن، نامه رو دراندن. یعنی و هم این دولت همسایه بود از اون طرف. همونجا مشکلی یمن رو باز گرفتنی فارس ها بود، چون که او بازون که مسلمان شده بود دیگه چی پیامبر در اومد، وقتی اسود برآمد دیگه احتمال بود که باز اونا با فارس ها همکاری کنن برای خاطر مسلمان رو سرکوب کردن. این هم یه مشکلی دیگه بود. یا ممکن که احتمال بود که فارس ها خیلی مدینه رو یمن میگیرن، با پا فراتر مینهند و هجوم به مدینه کرده باشن، ممکن که برای در گهواره مقصد این چیز دولت از بین بره. یا مصیبت دیگر این بود که روم خیلی گفتیم پیامبر در جنگ تبوک، یعنی که 1 سال پیش از وفاتشون، 1 سال چند ماه با اونا جنگ کرد. جنگ معترم بود مثلا از قبل. باز پیامبر وقتی وفاتشون اسامه رو لشکر اسامه رو آماده کردن که باید که اسامه رو بود اون رو جنگ کرد. یعنی که اونها هم میدونستن وقتی خبر پیامبر به اونها رسید چی توقعات از اونها خواهیم داشت. یعنی همه این، یعنی که البته در ذهن اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بود. یعنی همین مشکل احتوای همین مشکلی. مثلا ببینید در جنگ معتم مثلا 3000 مسلمان توانست که با 100 و چند هزار رومی سر به سر شود. ممکن که رومی ها میفتن که خب بهترین وسیله دفاع این هجوم است. یعنی از پیغمبرشون مردگی است، اونا پراکنده بیان هجوم میکنیم و همین دین از بین میبریم. و بلای از همه بزرگترین این بلای البته یهود بود در مدینه. در مدینه نه، در خیبر، چون که از مدینه بیرون کردن اون 3 قبیله رو، اون رفتن در خیبر مثلا جو گرفته بودن. و وقتی که جنگ خیبر هم شد پیامبر از اون فقط با جزیه اکتفا کرد بودن. بله. خب اونها دیگر یک مشکلی دیگه بودن، البته یک لانه فساد بودن، لانه جاسوسی بودن که همیشه دسیسشون بالای پیامبر بود. وقتی که با اونها خبری وفات پیامبر چی از اونها مثلا چی کردن توقع داشتن ممکن یک قوم بودن خیلی قوم با قوت و موضوع میتونم که قوم جنگی هم بودن. اونها سلاح هم دستی اونها بود، تجارت هم دستی اونها بود، بارها تهدید می‌کردن پیامبر صلی الله علیه و آله. همین 3 قبیله که بودن بازار درس همونا بودن. بله. هم سلاح هم طلا و نقره و هم اسیم کارشون در طول تاریخ این همون ریبا دادن و ریبا گرفتن و چی بود. پیامبر وقتی اومدن دیگر کورپا رو از زیر به اصطلاح چی میگم به توجه که فرش رو از زیر پایین که کورپا رو از زیر اونو گرفتن دیگه، اینو حق داشتن. چون اون دیننگی برنامه داشته که زن یهودی مثلا پیامبر از زهر میکرد. یعنی که اونا که دیگه نمیشتن دستی خالی بودن، حالا دیگه فرصت پیدا شد انتقام گیریم از این پیامبر، حالا که اصحابش پراکنده هستن. چون که قوم یک دو خصلت بسیار بد داره. وقتی که نیرومند شد فساد و قتل و آدمکشی و ترور پیشه اینا میشه. وقتی که اگر اینا دیگر حس کردن که نیرو ندارن، در این حالت ضعیف دیگه منافقه رو سر میکنن، دسیسه سر میکنن، حیله سر میکنن، مکر سر میکنن دیگه. پیششون همین است. حتما در ذهن مهاجر و انصار این سوال میومد که این طرف یهود، اون طرف فارس، اون طرف روم، اون طرف منافقای ما، اون طرف قبایل نو مسلمان شده، اون طرف مسیلمه مرتد، این طرف اسود انسی که دعوای پیامبر، همه اونا البته چی داشت؟ تاثیرش داشت که باید اینا اونها تحلیل میکردن. ببینیم که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم همه خطر رو چه گفتیم درک میکردن. همین 8 یا 10 خطری که گفتیم چی میکردن. این تصور کنید موسی علیه السلام رفتن در میقات، وقتی که 40 روز رفتن، وقتی آوازش که مرد مردمش از دین گشتن. همین رو البته در ذهن اصحاب کرام، اصحاب صادق پیامبر صلی الله علیه و سلم دور میزدن. یعنی خصوصا هم مسلمان ها، یعنی در نو مسلمان ها چند قدرش مرتد شدنش احتمالش وجود داشت. خلاصه میتونیم بگیم که مدینه مثل یک کشتی کوچکی در بحر متلاطم خطرهای که چه گفتم اون خطرها رو شنا میکرد. یک بحر متلاطم و یک کشتی کوچک چی میکرد؟ شنا میکرد. و حتما یک رهبری که میباید برداشت و یک خیلی وظیفه پر اهمیت و جدی بالای سری و مثال میشینه دوستان. البته همه خیلی است. این ما چه گفتم کشتی مایدک دیگه کاپیتانش وفات کرد. کاپیتان این کشتی وفات کرد و این کشتی حالا شنا داره. باید کاپیتان ناو انتخاب شد که به تیزی این کشتی را از هلاکت رهایی بخشد. خلاصه راهی نیست جز اینکه به تیزی جانشینی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اختیار کنند تا اینکه دولت پیامبر نجات یابد.
به ویژه مثلا بین پیامبر همین خیلی تاکید میکردن که اگر سفر برآمده 3 کس باشه یک کس امیر کنه. یعنی سفر یک مسئله عادی است. چی رسد به این دولتداری و به سیاست و به اجتماع و به اینا. یعنی که پیامبر این چیز بسیار تاکید کرده میشه. می‌بینیم صحابه خطرناکی وضعیت خیلی خوب درک میکردن. خلاصه انتخاب خلیفه رو به دوری انداختن یک خطر جدی برای دولت پیامبر است. دولتی که پیامبر مهنت کردن 23 سال اطراف اون مهنت کردن به هدر میرفت. برای اصحاب باید که مسئولیت و احساس نموده در همون روزی فوتیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کاپیتان برای این کشتی انتخاب میکردن. درست غم و غصه هست، درست وزدنی است، درست مصیبت است، درست بهترین شخص در روی زمین را مثلا از دست دادن، لیکن این معنا نداره که حیات باید ایستاد دیگه. هم قرآن هم همین اشاره میکنه که اشاره کرد وقتی پیامبر وفات شد گفت یعنی که باید حیات پیش رود. این آدم درست وفات کردن مصیبت است، بلا است، وزدنی است، لیکن حیات میرود که بعد پیامبر پیش باید که اون غایه هایی که این پیامبر براش تلاش کرد، ارزش هایی که پیامبر تلاش کرد برای پیش بردن اون باید حرکت کرد. نمیدونم اصلا درک کردن که مقصد ما بسیارتر حفظ همین غایه های پیامبر، ارزش هایی که پیامبر آوردن، دینی که عقیده‌ای که آوردن پیامبر صلی الله علیه و سلم، این نباید توقف کنند. این باید تمام دنیا رو فرا گیرد. بدونید که آیات میگه ما ارسلناک الا کافة للناس، برای تمام مردم است. معنیش نیست که وقتی پیامبر مرد باید وظیفه بدوشی شاگردای پیامبر افتاد. وقتی شاگردای پیامبر افتاد شاگرداش میکنن میرن دیگه نسل به نسل به همین شکل. این بود فهم ادراک اونها استاد. ماشاءالله. دیگر 12 ربیع الاول، یعنی که روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردن، سال 11 هجری، انصاری ها جمع شدن با دو جناح، یعنی که هم جناح اوس هم جناح خزرج، یعنی که چون که انصاری دو قبیله کلام بودن، جمع شدن در سقیفه بنی ساعده تا اینکه برای پیامبر جانشین انتخاب کنن. و سقیفه یعنی که یک مجلسگاه بود. سقیفه به معنی اگر شما شنیده باشید در جای ما مثلا چایله میگن. چایله صورت در چی ها میشه، دشت و صحرا میشه، اونجا برای خاطر از شیشتن و چای خوردن دم گرفتن. این قبیله هم برای خودشون هم داشتن. پیامبر مثل این کارم نکردن که مثلا چون مثلا چیزی همون رابطه اجتماعی رو بین عائله که مستحکم میکرد، اسلام این البته ترغیب میکنه. اکنون استاد اینجا سوال میاد که در مدینه انصاری ها تنها نبودن، مهاجرین هم بودن. انصاری ها گفتید شما برای چی این تشبث از طرف انصاری ها سر زد؟ مهاجرین کجا بودن؟ مهاجرین اون وقت با تکفین پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغول بودن، با غسل و تکفین و اینا، و در مسجد بودن. خیلی گفتم ولی بسیار انسان در شاک بودن در اون وقت. خب انصاری ها مثلا اینجا یک چند سبب بود که خودشون سزاوار جانشینی پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌دونستن، به همون سبب پایانه. خب البته این یعنی که یک چند سوال پیش میاد، خصوصا مثلا من این خاورشناسای غرضناک یا بعضی مثلا مذهب و فرقه هایی که گمراه هستن، مثلا صحابه رو متهم میکنن، میگن که اینها و جای اینکه به دفن و کفن پیامبرشون مشغول شدن رفتن برای خودشون جانشین انتخاب کردن شدن. یا اینکه میگن که انصاری ها میخواستن که مهاجرای دایرشون رو تنگ کنند و خودشون رو خلیفه کنن. این بسیار شبهه خاورشناسا است. اما اولی شبهه بعضی فرقه های گمراه است. استاد پیش از آنه که به سوال پاسخ سر کنید، اول خوب میشد که برای بیننده ها انصاری اصلا انصاری ها کی ها رو میگویند یا مختصرا یک فضیلت و درباره انصاری ها بیان میکردید استاد؟ بله، یعنی که اگر خواهیم که انصاری رو درک کنیم که بودن شما، انصاری ها جزئی از صحابه بودن. پیامبر علیه السلام وقتی مدینه آمدند، هجرت کردند، یکمین کاری کردن بین مهاجر و انصاری برادری انداخت. انصار اصلا از کلمه یاور یا یاردمچی است. اینا رو برای یاور یاردمچی برای انصار گفتن که وقتی که دیگر مناطق پیامبر قبول نکردن، پیامبر طائف رفتن، در موسم‌های حج خودشون به هر قبیله ها پیشکش میکردن که ما رو حمایت کنید تا اینکه من دین خدا رو رسول کسی پیامبر رو گوش نمیکرد. لیکن انصاری ها یعنی که اون وقت همین قبیله اوس و خزرج رفتن همین چیز به عهده خود گرفتن.
حمایت پیامبر و حمایت دعوت پیامبر و نشر آن را در تمام اطراف و اکناف دنیا را به خود گرفت. بنابراین اینها لقب انصار را گرفت. و یعنی اول پیش از که این چیز گوییم باید دانیم که صحابه ها انسان‌های عادی نیستند. یعنی که انسان‌هایی هستند که پیامبر را به چشم خود دیدن، شاگردی پیامبر را کردن، شریعت را به ما رسوندن، دین را به ما رسوندن، سنت را به ما رسوندن. همینا بودن. یک زنجیر اساسی بین ما و بین پیامبر اصحاب پیامبر. یعنی اینها گروه از مؤمنان هستند که صفات‌های ویژه‌ای دارند. یک چند مرحله تربیوی را در بگوییم که دستی پیامبر صلی الله علیه و سلم پس سر کردن، طی کردن و در نتیجه یک نسل اومد که این نسل تکراریابیش در تاریخ محال است. این یک نسلی فرید است، نسلی ویژه است و صفات‌های خاص داشتن و اونها در همه حالت‌ها ویژگی و خصوصیت خودشون اثبات کردن. انصاری ها مثلا در حدیث برا که امام بخاری روایت میکنن میگن که پیامبر انصار بین چه محبت داشتن پیامبر. یعنی که بعضی حدیثا رو میگن در حقیقت به اشک چشم نمیشه خوند. میگن که لا یحبهم الا مؤمن و لا یبغضهم الا منافق. انصاری فقط مؤمن دوست می‌دارن، انصاری فقط منافق بد میبینن. فمن احبهم احب بین فضیلت بین انصاری اینایی که خدا اون رو دوست می‌داره. من احبهم احبه الله و من ابغضهم ابغضه الله. کسی اینا رو بد بینه خدا اون رو. یعنی که دوست داشتن اینا معنیش که دوست داشتن اسلام است، چون که اینا بودن که اسلام با آغوش خود گرفتن و تمام تیرهای دشمن چون کردن. یعنی که به اونها زده شد لیکن اونها پیامبر را نفروختن. تمام دنیا ضد اونها بود. اگر در اون بیعت عقبه هم ببینید وقتی اومدن چی گفتن پیامبر عباس اون گفت که آسان نیست گفت کار شما. یک انصاری مدینه گفت که شما گفت وقتی این مرده که بیعت میکنه تمام دنیا چه سفید پوست چه سیاه پوست چه سرخ پوست تمام اونها دشمنی رو کنه سر مرده که حمایت کنه دانسته یعنی اقدام کنه. یعنی که مردم همه خیلی بودن که پیامبر گفتن که اینا رو محبت اینها محبت الله است. یعنی که اینا رو دوست داری خدا تو دوست می‌داره، اینا بعد بین خدا تو بعد می‌بینه. هم در حدیثی بیان است که استاد که پیامبر صلی الله علیه و آله تا اتم میگفتن که اگر هجرت نمی‌بود من از انصار بودم می‌بودم. یعنی اینقدر دوست می‌داشتن پیامبر صلی الله علیه و آله انصار رو خدا رحمت کنه. یعنی که پیامبر گپای هوایی نمی‌زنه. اینقدر محبتی خاص و ویژه به اون داشتن. یعنی که حدیثی بخاری هم میگن که اللهم انتم من احب الناس الی. میگم من یعنی که خدا رو شاهد بگیرم که شما دوست داشته ترین مردم برای من است. این یعنی که از زبان شخصی که و ما ینطق عن الهوا هست صلی الله علیه و سلم. آیا در حدیثی انس هم پیامبر صلی الله علیه و آله انصاری چی میگن که آخر موعدی ما جای واخوری ما در نزد حوض کوثر است میگن و انصار ها ماشاءالله یعنی که کفالت به بهشت است برای انصار. یعنی شما حتما اونجا برید چه که اونجا کسی که از اون آب نوشید دیگه باید تشنگی داره دیگه باید دوزخی نداره. یک وعده است کفالت از پیامبر صلی الله علیه و آله. یعنی غیر از این دیگه ببینید چه محبتی متبادل بین پیامبر و بین اونها. اونها پیامبر دوست می‌دارن، پیامبر اون دوست می‌دارن و غیر از این پیامبر همه دیگه امت تشویق میکنه که اینا رو دوست داره. انصار ها اون برای اومده اینها رو طعنه زدن که اینا دلشون حکومت بود و اینا می‌خواستن مهاجرا پشت دست کنن. این خیانت به دین است، خیانت به پیامبر است، خیانت به ارزش‌های پیامبر است که اینها رو تهمت کنن که اینا گویا حکومت غصب کردن، انقلاب کردن و کودتا کردن و اینا اون بعضی بددهانا این چیزا رو میگن. خب یک چیز دیگر این است که برادرو انصار ویژگی دیگرش قرآن میگه. یعنی خدایی که از دل اونها باخبر. این ایثار است، خودگذشتگی هست. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یعنی که بین اونها را یک انسان عادی نه، پیغمبر نه، بلکه خودی خدا به همین ویژگی ترغیب داره، به همین ویژگی تعریف داره. اونی که از قلب آنها آگاه هست، اون ذاتی که تعریف کرده ایستاده است. خیلی که در آیات اومده میگه که و کسانی که پیش از آمدن مهاجران در دیار خود بودند و ایمان آوردند اونها رو که به سویشون هجرت کردن دوست می‌دارن. تصور کنید دوست می‌دارد که مهاجر خونش بیاره.
قصه های هم خیلی پر است. عبدالرحمن ابن عوف خیلی نصف خانه‌شون رو برای عبدالرحمن ابن عوف میتیان، نصف مالشون رو میتیان. یا اینکه نخلیستاشون رو میگن که نخلیستان رو تقسیم کنیم، میگن نیمش شما گیرید نیمش ما گیریم، تا اینکه مثلا آدم مهاجر وقتی میاد آخه اقتصادش ضعیف است. بله. و میگه که دومش به از آنچه مهاجران رو داده میشود در دل احساس حسد نمیکنه و دیگران رو بر خود اختیار بکنه، همین ایثار. هرچند که خودشون محتاجن اینا هر کی نمیتونه کنه. و اونان که از بخیلی خود در امان مونده باشن نجات یافتگان، مفلحون، رستگاران همین هستند. یعنی ببینید آیت ایمان، محبت، سلامتی صدر، این چنین ایثار، این چنین دوری از بخیلی و رستگاری رو برای اونها وعده داد. این از آسمان نازل شده است. یعنی که پیش از اون که درباره انصار موضع گیری کنیم باید همین چیزی که گفتیم باید پیش نظر بیاریم اینا چه خیلی انسان بود. بعد یک فکری خدا بیان کنیم نسبت اونها. این نکته رو دانستن خیلی ضرور است. ببینید بیعت عقبه، جان فدایی‌هاشون خونه در تمام معرکه نبردی که بوده پیامبر بود، داستان هجرت و قبول کردن انصار مهاجران رو، خانه‌های خودشون رو تقسیم کردن، مخلصون رو تقسیم کردن، مال تقسیم کردن با اونها. خب اینکه از همه جالب ترینش همین داستان جنگ حنین است که در حقیقت این بگیریه نمیشد مثلا بیان کرد. این اصلا من چند نفرم استادم دیدم میگفتن که من همین داستان رو فقط میگیرم، وجدی که من تکرار به تکرار میخونم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد اون که در جنگ حنین غلبه میکنن. اصلا این است که جنگ حنین مسلمان ها میگن که همین خیلی جنگ سخت میشه که در حنین یک طایفه میگریزن از جنگ، چون که وقتی اونا در در داخل میشن از بالا ناگهان هجوم که سر میشد اینا از در قفو رفتن میشن. بعد ببینیم در حدیث اومده است که میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم طرفی راست نگاه کرد گفت که انصاری ها گفتن که لبیک یا رسول الله. طرف چپ نگاه گفت انصاری ها گفتن لبیک یا رسول الله. ببینید هم چپ هم راست چونون به صداقت اینها پیامبر علیه السلام باور داشتن، چون به سلاحشوری اینا باور داشتن که همین رو هم از چپ هم از راست انصاری گفتن پیامبر علیه السلام. ببینید و دیدین که وقتی پیامبر آمد چه که در روایت انس هم دیگه است، همین در روایت انس هم دیگه است و اینا در همین جنگ همین خیلی جنگ غلبه همینا بود است در جنگ حنین. بله. خب بعد غنیمت های فراوان یگون بر پیامبر که غنیمت نگرفتن در جنگ. بعد گرفتند پیامبر علیه السلام برای مکه که وقتی من ابو سفیان اومد 100 تا دادن گفت بوته، گفت 200 تا دادن بوته، گفت 300 تا دادن. صفوان اومد بهم 200 تا 300 تا گیری اینا شما 200 هر یک شتو بعض آدم‌ها یک رمه گوسفند دادن خیلی تقسیمات شدن گرفتن که خیلی سخاوتمندانه پیامبر تقسیم کردن. چیزی دستشون نموند که برای انصار، چیزی در دست پیامبر نموند که برای انصار دهند. دیگر انصاری هم جنگ کردن، جان دادن اونجا. وقتی که همه اونجا بعضی نامسلمان‌ها از مکه بودن، از جنگ گرفته بودن، نو مثلا گفتن که خیلی این پیامبر اینها رو از ما بالا دونسته، غنیمت‌های برای اونو دادیش از برای ما هیچ نمیده. یعنی که در دل اونو یعنی که میشمیش در بگیم که اردوگاهی انصاری‌ها پیدا شد در و حق هم داشتن آخه از غنیمت. بله حق داشتن. البته اونا که غنیمت هیچ حلال است، خب دعوا کردنش هم اونجا عیب نداره. غنیمت حلالی، حقی حلالی همون که اینکه جنگاورا بود. اونا دیگر چیزدان ناراحت شدن و وقتی خبر رفت با پیامبر صلی الله علیه و بعد سعد بن عباده که همین کران انصار بود پیامبر دعوت کردن گفتن که چیکار. خب سعد بن عباده پیش پیامبر صلی الله علیه و رفت گفت که یا رسول الله انصاری ها از این تقسیمات غنیمت تو مثلا خفه شدن. خب بعد برای همشهری دادی به قبایل دیگر دادی، نو مسلمانایی که اطراف مکه بودن، لیکن انصاری هیچی ندادی. یعنی که با وجود منت نکردن. این جنگ مهم کرد همه گریخت تو وقتی انصاری گفتیم ما اومدیم اینکه آداب به هیچ وقت اینکه زیر پا نکرد. یعنی که آشکارا ببینید به توپ دادن به اون طرف آشکارا به ملایم خونکی پیامبر گفتن که تو چی سعد؟ خودت چی گفتن؟ سعد گفت که منم از قبیله‌ام. بازم آشکار. بله. بعد گفتن که قومت جمع کن بشین.
صد رفت همه آدمای قومایی که از اینجا بسیارتر کی میشه وجهای مثلا نخبه های قوم جمع کرد آورد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و بعضی مهاجرای پیامبر موندن، چرا که در بعضی کتاب‌های تاریخی میگوید بعضیش موندن بعضیش نموندن مهاجرای. شاید که بعضی مهاجرای که تیزتر بودن مثلا جنگ راه نشود نموندن شون. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن انصاری‌های عزیز گپی شما به من عمده رسید. من که اینجا بر عربی رو نمیخوام درون شب گپی شما به عمده رسید، از من خفه شده. بعد ببینید چه توجیه چه یک زیرکی پیامبر میگه که آیا گمراه نبودید که خدا شما رو با من هدایت کرد؟ فقیر نبودید که خدا شما رو توسط من غنی گردانید؟ دشمن یکدیگر بودید، یکدیگرتون رو میکشتید. این اشاره به جنگایی که پیش یوم بعثی که تقریبا 140 سال دوام کرد. من آمدم شما با این شما خداوند الفت داد، یعنی گذشته نه چندان دوری اونها رو پیامبر به یادش آورده. ببین با اینجا انصاری ها رو ببین خداوند رحمت کنه، انسانی که تربیت گرفته که در حقیقت زانو زده نزد پیامبر به گفتن که الله و رسوله امن، خدا و رسولش صاحب منتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که چرا جواب نمیده؟ یعنی پیامبر گفتن که اون چی گویم؟ اونا گفتن که ای رسول خدا ما چی جواب بدیم؟ خدا و تو صاحب فضل بالی ما هستی، صاحب منت بالی تو هستی، ما باز بین آداب رعایت کردن. نگفتن که مثلا میتونستن اونجا منت ایجاد ما بیعت عقبه کی کرد؟ ما اومدیم بیعت عقبه اولی کردیم، بیعت عقبه دوم شد، جنگ بدر ما رفتیم، 200 چند کس ما بودیم، مهاجرا 80 چند نفر بود، مثلا ما تو خانه دادیم، جا دادیم، مال دادیم، آدمای صحابایی که گریز اومد اونا رو جا دادیم، مثلا با تو جهاد کردیم، این کردیم اون کردیم. دیگه اون چیز کم نیست هیچ. فقط گفتن که منت از اون خدا هست، منت از اون رسول خدا هست. میتونستن بگن که این قریشی‌ها نو مسلمان شدی، سال 8 هجری مسلمان شدن، نو مسلمان شد، یا 13 سال توی مکه، یعنی که تو رو در مکه فشار آوردن، تو رو زدن، کوفتن، شکنجه کردن، تو رو اهل خانواده صحابت همه اون رو بردن. چه خیلی تو اونها رو از ما فضیلت میتین نگفتن آداب. مثل که صاحب منت الله تعالی هست. یعنی اون چیزی رو یادآور نشده نشستن اونجا، چون که میدونستن که نعمت هدایت از همه این بالا هست. نعمت هدایت فقط به همون زیبایی چی زیبایی الله و رسولش صاحب فضل و منت، الله و رسوله امن، همینقدر اکتفا کردن. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میدونستن چگونه برکشن انسان، قدری راد مرد، قدری مردای فرهیخته انصار رو میدونستن. گفتن که اون چه که دلشون بود اینه که پیامبرم انسان مربی هم. گفتن که پیامبر از خودشون گفتن که اگر شما گویه که قوم تو رو تکذیب کرد و ما تو رو تصدیق کردیم، یعنی اونا تو رو دروغچی بردن، ما تو رو راستگو بردیم، خب ما بیاور بودیم ما تو رو یاور شدیم، تو فراری آمدیم و برای تو جای دادیم، اگر همین گپ گویه راست میگه و این گپتون رو تصدیق هم میکنم من گفتم پیامبر است. این اون چیزی که در دل اونها شده بود، مثل پیامبر با خودشون آشکارا گفتن برای اون. بازم انصاری ها آداب و اسلوب و چیزا مردانی که جوان مرد رو روایت کرد. سپس استاد خردمند به جمله های زیبای دل انصار مثلا مورد خطاب قرار داد. گفتن که انصاری های عزیز، مال بیقدری که با اون خواستم بعضی ها رو به اسلام نزدیک کنم و شما رو به اسلامتون واگذاشتم، اونها رو به این شتر و گوسپند واگذاشته باشم، شما رو به اسلامتون واگذاشتم، از من خفه شده؟ انصاری ها آیا راضی نیستید که مردم با گاو و گوسفند به خانه‌شان روند و شما با رسول خدا به خانه‌تون بازگردید؟ گفتن مردم اگر دیثار باشن، و اصطلاح حدیث میخواست دیثار یعنی که لباسی که بالا میپوشه. چون انصاری ها شعاری من گفتن، شعار و لباسی که بدنتون چسبیده نیست، یعنی که با نزدیکی منزلتون گفتن پیامبر صلی الله علیه و قسم با اون ذاتی که جانم در دست اوست، اگر هجرت نمی بود مرد از انصار می بودم. اگر مردم براه روند و انصار براه روند، من براه انصار میرم. گفتم پیامبر حتما راه اون رو پیش میگیرم. بعد دیگه گفتن که خدایا انصاری ها رو، فرزندان انصاری رو، فرزندان انصاری رو خودت رحمت کن.
میگن که انصار همگی گریه کرد، هر نفری که اونجا بود گریه کرد و گفتن که رضینا برسول الله قسما و حظا، ما به رسول الله همچون نصیبی خودمون از همین غنیمت راضی هستیم. اگر اون مکگی و اون نامسلمان اگر صدها شتر برده باشند، برای ما پیامبر همچون نصیبه بهترین نصیبه هست. ببینید باز این با دلیل همون معجزه ما آیت است که اینا رو الله تعالی و یؤثرون علی انفسهم. استاد پس بعد این سخنها، بعد این و چگونه این یک انسان میتواند در حق اینها یک سخن ناسزای گفته باشد؟ این نفرهایی که دل اینها پر از ایمان و پر از تربیه پیامبر صلی الله علیه و سلم و اخلاق و آداب و یک انسانهایی که فوق العاده از خود گذشتگی. بله. اینجا ببینیم باز همین مردم بودن که برای انتخاب جانشین جمع شدن. همین مردم. این حنین یعنی که 1.5 سال پیش از این واقعه بود. بله. این همین مردم جمع شدن باز. یعنی که 2 سال پیش تقریبا. همه آدمایی که از خود گذشته کردن جمع شدن تا اینکه پیامبر جان، اینکه وقتی خطر احساس کردن. خب اکنون میشه دوستان با همون سوال باز کردن. یعنی که چرا اونها یعنی که دنیا پرست بودن، چرا پیامبر اول قبر نشده، دفن نشده اینا جمع شدن؟ این البته شیخ گفتم خاورشناسا و بعضی فرقه های گمراه و این چیز بسیارتر مطرح میکنن. خب یعنی که اون چی از همین پس منظری مثل حیات انصاری ها گفتیم، این چیز خاورشناس درک نمیکنه. این لذت ایمان و این ایثار و این صداقت و این چیز و اون چیز، یعنی که اینا هیچگاه نمیتونن درک کنن. دیگر اینکه نه خاورشناسا نه این رافضی ها معنای صبر جمیل نمیدونن. اینا گفتن که چرا دفن نکرده در فکر چی شد؟ مثلا خاورشناس صبر جمیل چی نمیدونن، رافضی هم نمیدونن. این چیزی که مثلا 1400 سال است که دیگه سینه زنی تلاوت دارن. همین استاد بخشش همین جاهای خدا ما به فکرم از همین رافضی ها آمده باشد که تعزیه خیلی گویو که همین خیلی تعزیه گذرانه میشد که بعضا در جاهای خدا ما عادتا گویو که از اون تقدیر و از انسان نارضایی پروردگار موکشی رو کشی و سرکشی احتمال باشه، چون که در تقریبا عصر 17 تقریبا 20 سال یک حاکمی چی میکنه بخارا رو ضبط میکنه. شاید احتمال از اون مونده باشه. بعضی بیاد به انصار یک جای فکر میکنه، اینکه تصور کنیم در روز اون باشه. اگر اونها 1 روز 2 روز 1 هفته 2 هفته از اون داشتن، نتیجه چی میشه؟ 20 سال میکردن مثلا. یعنی که فارس و روم منتظر میشیش برای این چیز، یعنی که این فرصت رو استفاده نمی‌برد، یا که اون منافقایی که گفتیم یا که یهودایی که گفتیم یکی اگر هجوم میشد قرار جنگ کی میگرفت در این حالت؟ مثلا اگر سرداری نباشد مسلمانان خب یا مرتدا هجوم کردنشون ممکن بود، یا اینکه دیگه مثلا قبیلهایی که بعضی اطراف مدینه هم بودن برای وقت. یعنی همه این چیزا در نظر گرفت وقتی که ما در اطراف اینو صحبت میکنیم. یعنی که با نظر داشتی همین فرضیه‌ای که در بالا گفتیم مزیر تعجیل انصار برای اختیار خلیفه و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله فضیلت است. فضیلت است. ولی یعنی هوشیاری سیاسی است که اونا تونستن که یعنی که گرچه که پیامبر در اینجا حالی دفن نشده باشن، فکر کردن که اوزگاه این ما جانشین انتخاب نکنیم دولت از دست میره. همین تجربه دولت داری حاضر هم میخواد است. مثلا خود امام خمینی وقتی مرد اول خبر نداده، اول خبرگان جمع شد انتخاب کردن باید جانشینش، بعد مرگ وی اعلام کردن، بعد 1 روز 2 روز وفاتش بعد گور کردن. لیکن چیز طبیعی است اینکه در وقت اینکه تفکر دولت همین خیلی است. دولت مثل اشخاص فکر نمیکنه هیچ وقت. یعنی که دوربین تر بشه مثلا دور میگیره. استاد اینجا سوال به ذهن می آید که برای چی انصاری ها از بین خودشون انتخاب کردنی شدند خلیفه را؟ این سوال ها در ذهن می آید. ولی استاد عزیز فکر میکنم برنامه ما خیلی طولانی شد و با همین با بینندگان خداحافظی کنیم و این سوال ها رو در قسم دوم گذاریم. انشاءالله باز هم شوق آورتر می شود و همچنین باز یک چند سوال های مهم آیا اونها
یعنی قبیله چی بودن، قومگرا بودن، برای چی از مهاجرین نیو، از ما اهل مکه نیو، از مدینه انتخاب کردنی شدن. استاد خداوند از شما راضی باشد. خیلی شوق‌آور گذشت، خیلی معلومات‌های مفید. الله از شما راضی باشد و با همین دوستان عزیز خداحافظی میکنیم. الله شما را همیشه نگهبان باشد و قسمی دو را حتما منتظر باشید که سوالهای خیلی مهم در آنجا و همچنین از استاد پاسخ‌ها را میگیریم ان شاء الله. در امان الله باشید.